وقتی همه چی تکراری میشه، همه چی میشه اتاق 206. اتاق الان اعلام کردن تایم پایینم کسی نیست. وقتی توی این اتاق‌های مشابه یکی سلیقه به خرج میده به چشم میاد. من این ماشین آیلند دیدم، الان با مالکش هم صحبت میکردم. از مشهد اومدن سلیقه به خرج دادن. هولوش 450 500 تاست بسته به تنظیماتی که داره روش انجام میشه. و تا اینجا که اومدیم یه توضیح هم در مورد این بدیم. الان یه سری از ستاپ‌های توربو شارژ مثلا ما این کارو انجام نمیدیم، ولی هستن همکارایی که انجام میدن و نتیجه هم میگیرن. ستاپ فرانت فیس توربوه، یعنی توربو رو به جای اینکه بدن پایین و بدن سمت باتری میارن بالا و اینجا میذارن. و یکی از ستاپ هایی بوده که داره تایم میزنه، نه اینکه اون ستاپ چیز خاصی داشته باشه. یا این موقعی که توربو رو میخوای مخفی کنی به خاطر اینه که حالا ماشین شهری تر باشه هرچی، وقتی یک اتاق مسابقه داری به این شکله. اما داستان جالبی داره، ما قبلا اتاقای دو در رو دیده بودیم، این اتاق هم دو دره. من حالا نمیدونم سانروفشو میشه استفاده کرد تو پیس یا نه، اما سلیقه به خرج داده شده و براش آرزوی موفقیت میکنیم. وقتی یه ماشینی چشم منو بگیره اینجا مجبوریم که محتواشو بگیریم، اصلا غیر از این هم نیست. آرزوی موفقیت میکنیم برای بچه‌هایی که از مشهد اومدن، زحمت کشیدن، یه ماشینی آوردن که چشم ما رو گرفت. آقا موفق باش.